ریاست توزیع جواز اتباع خارجی یکی از ریاست‌های زیر مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی است و یکی از ریاست‌هایی است که ریاست عایداتی است برای دولت افغانستان. در گذشته ها ما مشکلات را که داشتیم در سیستم کتابچه‌ای بوده. منیجمنت ازیجا به صورت فلت نبود که از یک طرف سیستم کتابچه‌ای و از طرف دیگر سیستم ازی که بسیار چین آف کامند وجود داشت یا سلسله مراتب بسیار قوی وجود داشت. مردم به مشکلات عدیده مواجه بودند و نمیتونستند که به اسرع وقت جواز کار خود را بگیرند. آسان خدمت در سیستم سازی ما کمک قابل توجهی را کرده که ما ازشون تشکری میکنیم و همین سیستم آسان خدمت باعث ازی شده که کارا به صورت بهتر پیش بره. هم سیستم الکترونیک شده و هم پروسه ها کم شده. به عنوان مثال وقتی که ما دیدیم که در داخل ریاست مردم به چی مشکلات مواجه است، مثلا ابتدا میرفت به ریاست به وزارت ما میرفت اسناد، بعد از او میرفت به ریاست عمومی قوای بشری میرفت، بعد از او اسناد میامد به ریاست توزیع جواز اتباع خارجی که ما با تفاهم با مقام محترم وزارت کاری را کردیم که او تفویض صلاحیت کردن به خاطر ایجاد سهولت برای مردم که مستقیم مردم به ریاست مراجعه میکنه. از طریق ریاست ما میتونیم جواز از اونا را برایشان پرینت بکنیم که در ظرف مدت نیم روز در بر میگیره. جواز قبلا مدتش بیشتر بود. ما سیستم را کوتاه کردیم، ساده سازی کردیم. در گذشته احتمالاً که 2 روز 3 روزشون در بر میگرفت، ولی امروز ما میتونیم که در ظرف نیم روز یک کسی که مراجعه میکنه تمام کاراشون ما تکمیل بکنیم، تمام اسناداشون اسکرینینگ شوه و ما بتونیم برشون جواز توزیع بکنیم و جوازم جواز باشه که با کیفیت باشه و او نه مشکل عزیز وجود داره که خدای نخواسته از پیششان تقلب صورت بگیره، نه ضایع شدن کارت وجود داره. به همین ترتیب مشکلاتی که قبلا وجود داشت الحمدلله داریم به طرف بهبودسازی و آسان سازیش میریم. اسمم طارق هاشمی باشه، از کمپانی جیپن مدلیست. امروز به خاطر تمدید جواز کار اینجا مراجعه کردم. برای سیستمی که امروزه سیستم الکترونیکی می باشه که قبلا این سیستم نبود، کار در 2 روز 3 روز 4 روز اجرا میشد، ولی سیستم کنونی سیستم الکترونیکی است که در 1 روز ما میتونیم جواز کار خود یا تمدید یا اخذ بدیم.